نمیدونم کی نیاز داره اینو بشنوه، ولی اینکه بتونی زندگی که میخوای رو بسازی بستگی داره به اینکه چقدر حاضری خلافش رو هم تجربه کنی. پس انداز کردن ممکنه حس کنی بی پولی، ولی در واقع داره پول دارت میکنه. تعیین حد و مرز توی روابط شاید باعث بشه احساس تنهایی کنی، ولی در اصل داری رابطه های سالمتری برای خودت میسازی. روبرو شدن با زخمای گذشته ممکنه حس کنی داغون شدی، ولی در حقیقت داری خودتو درمان میکنی. ورزش کردن اولش شاید ضعیف نشونت بده، ولی در واقع داره قوی ترت میکنه. یاد گرفتن چیزای جدید ممکنه اول حس کنی هیچی بلد نیستی، ولی در اصل داری باهوشتر میشی. هر چیزی که میخوای بهش برسی دقیقاً به این بستگی داره که چقدر حاضری خلافش رو هم تحمل کنی. اگه میخوای واقعاً موفق بشی باید بتونی با سختی‌ها و ناراحتی‌ها کنار بیای.